این قدرت نرم همون توان برهم زدن ترجیحات و اولویت‌های دیگرانه، کاری که پولدارهای آمریکایی روش به شدت سرمایه‌گذاری می‌کنن، چرا که جذب آسان‌تر و کاربردی‌تر از اجباره. شاید در اطرافیان شما کسی باشه که برای دانشگاه‌های آمریکایی درخواست پذیرش داده. چیزی که جالبه و باید بدونیم اینه که آمریکایی‌ها برای پذیرش دانشجو حدود 80 ساله که برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کردن. کلی نهاد برای این کار ایجاد کردن. باورتون میشه که نهادهایی مثل اداره اطلاعات جنگ، آژانس اطلاعات آمریکا، آژانس ارتباطات بین‌المللی آمریکا، شورای دیپلماسی آمریکا و خدمات اطلاعات ایالات متحده در این مسیر تأسیس شده باشن؟ درخواست پذیرش با دقت زیاد بررسی میشه. راجع به دانشجویان چینی در آمریکا چیزی شنیدین؟ اونها در سالهای اخیر پذیرش دانشجویان چینی رو بسیار محدود و غیر ممکن کردن. فقط به این ظن که اونها میتونن برای جاسوسی اومده باشن. The Trump administration reportedly considered banning student visas to Chinese citizens on concerns some of them are working as spies. But Blumenthal says Chinese students, like all international students, are heavily vetted before hitting US soil. دیپلماسی فرهنگی پولدارهای دنیا شاید از نظر ما خوشرنگ و لعاب و لذت بخش به نظر برسه، اما این فرهنگ آمریکایی تمام خط قرمزهاشونه، پس باید باش امنیتی برخورد بکنن. Our work can be very slow and hard to measure, and we are doing a lot of our programs based on data and research and knowledge. جالبتر میشه اگر بدونید که تعداد زیادی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا مثل کلمبیا، استنفورد، نیویورک و هاروارد کاملا توسط CIA کنترل می‌شدن. بنیاد فارفیلد در دانشگاه کلمبیا رابط مالی به نهادهای فرهنگیه. اسم دانشگاه کلمبیا در کنار سیا اومد، یاد یاکوولو افتادم، یار غار گورباچوف. بیرا هم نبود که هم حزبیاش به اون مظنون بودن که ممکنه جاسوس سیا باشه. این در نشریه نیویورک تایمز هم درج شده. برنامه‌های دیپلماسی دانشگاهی از چندین مسیر تامین و برنامه‌ریزی میشن. اولی بورسیه‌های تحصیلی که معروف‌ترینش برنامه فولبرایت برای بورسیه دانشجویان، مدرسان و محققان هست. But the principles that the Fulbright program was founded upon still ring true. Fostering stronger relationships among peoples, communities, and countries takes far more than government-to-government cooperation. Assad must go. Hillary Clinton created ISIS with Obama. Created with Obama. برنامه همفری مربوط به حمایت از تبادل اساتیده. برنامه نکست هم برای زنان مسلمان طراحی شده که در کنار زنان آمریکایی تحصیل و زیست بکنن. برنامه‌های مثل تبادل رهبران آینده از میان دانش آموزان مستعد دبیرستانی که اگر قسمت‌های قبل مکس رو دیده باشید در مورد برنامه تبادل رهبران جوان عراقی مفصل اسنادی رو به نمایش گذاشتیم. حتی همایش‌ها و سمینارهایی که از دانشمندان و یا خواص کشورهای هدف دعوت میشه تا درجه و نشان افتخاری یا مدرک بهشون اعطا بشه، این هم بخشی از دیپلماسی فرهنگی و البته امنیتی آمریکایی است. Ladies and gentlemen, it is now my privilege to confer the honorary degree. President Lee, would you please join me at the podium? The George Washington University hereby bestows upon you the degree of Doctor of Public Service with all the rights, duties, and privileges and opportunities pertaining thereto. اما یک مسیر بسیار مهم دیگه تأسیس دانشگاه‌های نماینده دانشگاه آمریکایی در کشورهای مقصده، مثل دانشگاه مونتانا، میشیگان، روچستر در دبی، تگزاس، جورج تاون، نورثوسترن در قطر، اینکارنورد در مکزیک و چین، دانشگاه علم و صنعت ملک عبدالله در عربستان سعودی که با الگوبرداری از استنفورد، برکلی و تگزاس تأسیس شده. همچنین دانشگاه‌های قرقیز آمریکا، قزاق آمریکا و البته مرکز آمریکا و آذربایجان در باکو. اما این حمله فرهنگی در ایران برمیگرده به سال 1345. دانشگاه پهلوی شیراز نخستین دانشگاه مشترک آمریکا و ایران بوده که میشه گفت در واقع شعبه‌ای از دانشگاه پنسیلوانیا بوده. همچنین مرکز مطالعات مدیریت ایران که در واقع شعبه‌ای از هاروارد بود. البته که بعد از قطع روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا، مسیر دیپلماسی فرهنگی و آکادمیک برای آمریکایی‌ها خیلی سخت و غیر ممکن شد. البته مسیر دریافت ویزا و پذیرش برای متقاضیان ایرانی سخت‌تر، اما به صورت غیر رسمی انجام میشه. حتی مدیران دولتی فارغ التحصیل دانشگاه آمریکا هم کم نداریم و متاسفانه این رو باید به حساب موفقیت پولدارهای دنیا در تغییر اولویت‌های اداره کشور بدونیم. جالبتر این که برخی به تحصیل کرده‌های دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی بسنده نمی‌کنن و پیشنهاد میدادن و میدن که مدیر از خارج وارد بکنیم. مدیری که صراحتاً با اولویت‌های خودش قرار کشور رو اداره بکنه، البته با اولویت‌های کمپانی ایالات متحده. فکر کنیم چرا اینقدر تواقیت عالم و فرائنه عالم به فکرن و اصرار دارن که در آموزش پرورش کشورها نفوذ پیدا کنن. اصرارشون بر نفوذ به خاطر تأثیر آموزش پرورش، به خاطر اینکه اینا کارهایی رو که با وسیله نظامی
به آسانی نمیتوانند انجام بدن، به این وسیله میتوانند انجام بدن. با همه بن‌بست‌ها در روابط ایران و پولدارهای دنیا و تلاشی که تفکر انقلاب اسلامی کرده تا از جوانان خودش محافظت بکنه، اما کمپانی‌های متحده دست بر نمی‌دارن و از هر سوراخی نفوذ می‌کنن. هیلاری کلینتون هم نویدش رو داد و دعوت کرد تا ایرانی‌ها برای تحصیل به آمریکا بیان. بعدتر اوباما هم به زبان فارسی نوروز رو تبریک گفت تا برگ‌های جدیدی از تلاش پولدارهای متحده برای تربیت رهبران آینده ایران رو بشه. حالا به نظر شما تلاش مؤسسات آموزش عالی پولدارهای دنیا پلی برای پیشرفت نیروی انسانی کشور یا پلی میان رهبران آینده با فرماندهانشان در پادگان‌های امنیتی به نام دانشگاه؟ به امید ایران آگاه و متعالی، خدای بزرگوار و نگهدارتون. But you will go back home with irreplaceable stories and experiences that will be with you forever. There's so much IQ concentrated in one